أحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومعلمنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به جميع برادرانی که همیشه انتظار پند و نصیحت ها و همیشه انتظار سوال هایی که ارسال کردین و کسانی که همیشه پیگیری میکنین از این برنامه های ما در این روزهایی که خیلی نزدیک به ماه مبارک رمضان هست قرار داریم، از الله مهربان دعاگو هستم که وقتی خوش، ایمان کامل، سعادت دنیا و آخرت نصیب تان گردانه و توفیق روزه داشتن این ماه مبارکه بر جمیع آن کسانی که نیت روزه ندارند یا از ماهیت این ماه آگاهی ندارند، خداوند بر اونها این توفیق نصیب گردان و الله مهربان این یک ماه را روزه داشتنش که بسیاری وقت مشکلات ها مانع می شوند، سختی ها مانع می شود، بیماری ها مانع می شود، الله مهربان از بالای سری محبا و دوستدارهای این ماه مبارک این مشکلات ها را برداشته بگردان و الله مهربان که آن برکت و خیری که در این ماه مبارک است، من اگر با این کتاب هایی که یک قسمتش در نوار می آید که بیشتری او از طرف راستی من و از پیشواروی من هست، همه اینها از برکات و فضیلت این ماه بیان می کند. از این لحاظ الله را دعا می کنم که الله مهربان روزه داشتن این ماه را برای همه ما نصیب بگردان و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیکی که بندگان داره با فضل کرامت حاصل بگردان، بیماری هامون شفای کامل بده، به فرزندهامون الله مهربان فرزندهای سالم و صالح نصیب گردان، مسافرهامون الله مهربان سفرهای خیر و نیک نصیبشون گردان و این وطن ما را، این دیار ما را الله مهربان همیشه در حالت امن و آسودگی نگه بدار. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و خیلی گرامی، از بس که خیلی سوال ها زیادن، من خواستم در اطراف فضیلت این ماه مبارک با شما صحبت کنم، ولی از بس که در همین اینترنت ها اگر شما فضیلت ماه رمضان نویسین، انشاءالله ما برنامه های پیشتره که من در این بابه ها خیلی صحبت ها داشتم، از اونا اگر استفاده کنین خدا خواهد بهتر می شود، به خاطر که سوال ها برای من امروز ضرورتر و مهمتر است، علل خصوص سوال هایی که
به این ماه مبارک وابستگی دارد. از این لحاظ من سؤال ها را میخوانم و جوابهاش را میگردانم تا که شما هم در این دوام ماه مبارک دیگر سرسان و سرگردان نشوید. برادران و خواهران عزیز، پیش از آنی که من سؤال ها را خوانم، همیشه در این صحیفه‌ای که ما کشادیم که الحمدلله رب العالمین الحال که خدمت کرده است، دستگیری هاتون فراموش نکنین و چگونه ای که برای پهنشیدن و برای بیشتری مردم گوش کردن از همو راههایی که برای وسیع این نوارها در کارن، اونها را پخش کنید، اونها را مقصد از ذهنتون دور نکنین. خدا خواهد کاری ثواب، کاری خیر است، زیرا که در این نشستی من در مسئله و مسائلی که من بیان میکنم همه قال الله و قال رسول الله هست و انشاءالله در داخل این مسئله و مسائل ما یگان غرض وجود ندارد یا یگان اشاره به سوی کسی نیست. اگر یگان مصلحت و نصیحتی هم که اگر کردنی شوم و یا هم برادران عزیز از روی فهمیشی خودم، از روی درکی خودم انشاءالله مقصد برای شما باز گفته میگذارم. الحال میویم به سر سؤال هایی که در پیش من هستند، من برای شما جواب میگردانم. نویساندند که آیا نماز تراویح خواندن برای زن ضرور است؟ بله ضرور است. نماز تراویح برادران عزیز و گرامی سنت مؤکده هست، یعنی هر کسی که اگر تراویح را نخواند وی گناهگار می شود، خواه زن باشد خواه مرد باشد. و هیچگاه برادران عزیز در گرد رکعت تراویح بحث و مناظره نکنید، زیرا هر گاهی ماه رمضان می آید بحثی تعداد رکعات تراویح یا بحثی گویم تراویح 8 رکعت است یا 20 رکعت است، بحث ها و مناظره های زیاد. و امروز که اکو همین اینترنت که هست، مردم از هر گویم نقطه ها و از هر علما و دانشمنده های روی دنیا که سوال میکنین هر گونه جواب میگیرین. برای همین بهترینش برادران عزیز و گرامی که همین 4 مذهبی که اهل سنت هست بغیر جناب امام مالک، جناب گویم حضرت امام ابو حنیفه و همچنان امام احمد حنبل و همچنان امام شافعی به 20 رکعت رفتن. و یکی از دلیل های خیلی قوی هم در این باب که جناب حضرت عمر رضی الله عنه که این 20 رکعت در زمان خودش که جمع اصحاب حیات بودن و این را که برپا کردن و هیچ بحث و مناظره در گرد این مسئله در همون زمان نشد، برای ما و شما همین کفایت میکند که حضرت میگفت بر سنت من و سنت خلفاء راشدین، یعنی یکی از اونها حضرت عمر است، با او شما پیروی کنید. از این لحاظ ببینید که فقط امام مالک به 36 رکعت رفتن، دیگر 3 امام 20 رکعت میگه. و تمام دنیا امروز برادران عزیز از آن جمله مکه، از آن جمله مدینه، تمام دولت های اطراف ما همه 20 رکعت میخونن. از این لحاظ
این 20 رکعت برادران عزیز شما خوانین. اگر در مسجد خوانین، در پشت اگر یگان حافظ قرآن خوانین، نور بالای نور که شما 30 پاره قرآن با گوشاتان گوش بکنین که میدانین که گویم یکی از خشیدن همین گوش یا یکی از وظیفه ها یا یکی از بسیار خراک های بگیم گوشی ما، گفتی شیخ سعدی، گذرگاه قرآن و پند است و گوش، با بهتان و باطل شنیدن نکوش. این گوش های شما باید که سخنی نیک و صدای فارم قرآن گوش کنن. برای این غنیمت های برادران عزیز، ما دیدیم که سال گذشته سبب بیماری قطعی ماها از نماز جماعت تراویح، از گوش کردن 30 پاره قرآن محروم ماندیم. برای همین حرکت کنین. اگر چی قدر برای شما ضرورت پیش نآید، شما در جماعت ها در پشت حافظای قرآن برادرها اشتراک کنین، لذت برین، کیفیت برین و ثواب زیادی را برخوردار شوید. ولی کسانی که برادران عزیز به مسجد رفتن نمیتونن، علال خصوص برادرایی که از ما در ساختارهای حکومتی کار میکنن، یا بسیاری برادرایی هستن که در میدانهای کشت امروز کار میکنن، یا بسیاری برادرها مرا سوال کردن که من عرابه میکشم روزی دراز. بعضی هاش گفتن ما مقصد دهقانی داریم، مقصد بیگه میم بسیار مانده میشیم. اگر بینیم برادران عزیز، باز میگم حدال امکان حرکت کنین که اگر از ساعت کاریتون کم کردن امکان باشد، ساعت کاری را کم کنین، ولی رفته در پشت حافظ قرآن نماز تراویح را با جماعت خوانین. لیکن اگر هیچ امکانی نباشد و دیگر مقصد ضرورت شما را بالای سرتان آمد، شما با تنهایی هم میتونین که مقصد نمازهای تراویح تانه خوانین. یعنی 4 رکعت فرض تانه خوانین، 2 رکعت سنتی خفتن تانه خوانین. میتونین تراویح را پیش از ویتر یا میتونین تراویح را بعد از ویتر، فرق ندارد. در هر دی صورتش میتونین که شما نماز تراویح ها تانه با علاهیدگی با تنهایی هم خوانین. یا اگر در خانه مقصد جماعت باشد، میتونی خودت پیش درایی، زنت مقصد صف علاهیده، بچکات صف علاهیده، میتونه که این خیلم شما در خانه هم خوانین. یا اگر بچک تونم که پیش در آمد، میتونی که در صفهای علاهیده هر کدام تون از پشت وی نماز تراویح را خوانین. لیکن باز میگم که اگر امکانیت ها تون باشد، یگان مشکلات مقصد صدی راه تون نباشد، جماعت در پشت حافظ قرآن گوش کردن کل قرآن، اینم غنیمت ہے برادر عزیز. سوال دیگر میگه زن در ماه رمضان وقتی حیض باشد گرفتن روزه فرض می شود؟ اصلا خواهرها و مادرای عزیز، هرگاهی که شما از ماه رمضان وقتی روزه می دارین، یکی مبادای در اسنا، مثال در نیم روزه حساب کنین که یعنی تا روزه کشادن، حتی اگر 1 ساعت هم به روزه کشادن مانده باشد، شما اگر مبادای به این بیماری مبتلا شوین، یعنی به بیماری حیض، خونروی اگر مبتلا شدین، در این صورت شما همون روزه را میتونین که گویم که اگر خوردین هم گناهگار نمیشین، زیرا که دیگر روزه شما شکستگی هست. یعنی همون روزه تون دیگر حساب نیست. اگر این بیماری تو 3 روز دوام میکند، 5 روز دوام میکند، یعنی تا 10 روز مهلتی، گویم اکثر حیض تا 10 روزه، کمترینش 3 روزه. همین چند روزه که دوام کرد، شما روزه نگیرین، شما نیت نکنین، زیرا که
در این حالت نیت کردن روزه گرفتن یگان نفع برای شما نداره. شما به همو شوهراتونه، به فرزنداتونه، به آدمای روزدار خدمت کنین، آب نان همونها را انشاءالله آماده کنین. شما ثواب روزه را گرفتگی بعد رمضان، بعد خواهر عزیز شما میتونید که اینا قضا بدارین، یعنی در گردنتان قضاش بعد واجب میشود. لیکن هیچ وقت بعضی ها میگن حیزی دختری جوان ای مثال زنی پیران سال فرق میکنن، یک هیچ فرقی ندارد. هرگاهی که بیمار شدین تمام دیگر روزه برای شما منع تا زمانی که مقصد اما خونروی خشک میشود.